سلام دوستان، روزتون بخیر. اگر شما هم قصد دارید که یک فایل ویدیویی رو تبدیل به فایل صوتی بکنین، میتونید از برنامه شورتکات در گوشی های آیفون استفاده بکنید. به این صورت که شما برنامه شورتکات رو باز میکنید، از قسمت پلاس به علاوه اون بالا سمت راست انتخاب میکنید، نیو شورتکات رو میزنید، فرزن و رینیم رو میزنید و فرزن نام شورتکات جدید رو میذارید MP4 to MP3 و دان رو میزنید. این حالت کشویی که این داره رو میکشید پایین، خب، و از قسمت اینفو، یعنی این دایره‌ای که علامت تعجب داخلشه، این رو میزنید و قسمت شو این شیر شیت رو انتخاب میکنید و دان. از قسمتی که نوشته receive images and 18 more input from share sheet روی image and 18 more میزنید و خب میبینید که همه ایمیج و مدیا و فایل و فولدر و اینا همه انتخاب شده است. بنابراین شما باید کلیر رو بزنید و فقط مدیا رو روشن بکنید و دان. از قسمت سرچ اکشن اینجا شما این کد مدیا رو میزنید. این کد مدیا میاد براتون، انتخاب میکنید و از این حالت کشویی که وجود داره شما اودیو اونلی رو میزنید. دوباره از قسمت سرچ اکشن شما سیو فایل رو میزنید. خب، و از قسمت کشویی که وجود داره overwrite if file exists رو میزنید و بعد دان رو میزنید. الان شما یک شورتکات دارید که اسمش MP4 to MP3 هست. حالا بهتره که برید توی قسمت setting و قسمت apps، اون پایین ترین آیکونی که در قسمت setting وجود داره رو انتخاب کنید و وارد برنامه شورتکات بشید توی setting و از قسمت advanced نگاه بکنید که allow running scripts روشن باشه. حالا فرضاً ما یک فایل ویدیویی داریم که میخوایم تبدیلش کنیم به فایل صوتی. مثلا من الان توی مای فایلم یه ویدیو دارم. حالا من میخوام این فایل ویدیویی رو تبدیل به فایل صوتی بکنم. از قسمت پایین سمت چپ شما این گزینه رو میزنید و شورتکاتی که ساختید به نام MP4 که البته غلط املایی داره، MP4 to MP3، این رو میزنید. خب، براتون این قسمت باز میشه. حالا اگر مثل گوشی من باشه شما میتونید این رو با یه دستتون بکشید پایین و اوپن رو با دست دیگرتون تاچ بکنید. خب میبینید که اوکی میشه، یه فایل صوتی براتون باز میشه که فایل صوتی دقیقاً همنام با همون فایل ویدیویی هست و میزنید